Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud Ahmadinejad. So, Professor, President, you have the floor, sir. ترجمه همزمان هست. خانم ها و آقایان، قصد دارم در فضای پر التهاب کنونی به برخی چالش های مهم، موضوعات مهم اشاره کنم، پیشنهادات خود را ارائه کنم. موضوع ما کاملا روشن است. ما میخوایم کت خدای دنیا باشه. اتفاقا ریشه همه جنگ های دنیا همینه. ما میخوایم جبهه اصلی بمب بشود. ما میخوایم نفت تبدیل به گلوله و موشک و بمب بشود. یه جا میزنن 40 متر زیر رو سوراخ میکنن اصلا. اونا دیگه من میخوام به شما عرض کنم، من مذاکره نخواهم کرد. من محمود ادای ابرقدرت ها رو در میآورم. ما بسیجیان جهان، جبهه قلدران و جبهه مفسدان در مقابل حرکت انسان سفارایی کردیم. کلی در دنیا هارد و خورد کردیم، قیافه گرفتیم که یک راه فرار پیدا کنیم. عامل تبعیض و فساد، بنده احمدی‌نژاد، پاسدار لومپن گوزاد، بنده احمدی‌نژاد. نظام جمهوری اسلامی نه پایه‌ای داره، نه چاره‌ای داره، هیچی نداره. وظیفه دولت وحشیگری است، اشکالی نداره. بالاخره انتخابات نزدیک است. انتخابات حساس‌ترین موضوع، انتخابات خیلی مهمه. دوستان ما لهله می‌زدن و خیلی تلاش کردن که یه موقع کسی جانمونه جایی، اینوری اونوری، وسطی، بالایی، پایین. چرا شرکت نمی‌کنه یه نفر؟ انتخاب طراحی شده پشت درهای بسته انتخاب واقعی است. قانون مال غربیاست. یه خودی هم شکرشون رو صابون نزنه. عامل تبعیض و فساد، بنده احمدی‌نژاد، پاسدار لومپن گوزاد، بنده احمدی‌نژاد. شما میدانید که امام وسط جمعیت داشت له میشد. امام اومد به من گفت محمود. گفتم چی؟ گفت محمود اینقدر مردم علیه دولت شدن، از بالا تا پایین دولت رو شستن. گفت به جای هارت و پورت بمب میخوام، موشک 2 مرحله‌ای میخوام. من گفتم مخلص شما نیست. چشم. آقا ما یه ابرقدرتی هستیم، یه چیزی هستیم، سنگ و دندانی نشان میدیم، کسی هستیم. همین خود بنده یعنی یک جرثومه سیاه و کثیف، مثل یک حیوان درنده. بنده احمدی‌نژاد، با کسی دست نخواهم داد. عامل تبعیض و فساد، بنده احمدی‌نژاد، پاسدار لومپن گوزاد، بنده احمدی‌نژاد. در پایان قصد دارم اشاره کنم که فروپاشی ما نزدیک است، حسابی هم هست، جدیتر از جدی هم هست. اما من دلم چیز نیست به این، واقعا راضی نیستم از این اقدام.